پیشتر ادیبان شاعران توانا داستان ها ایجاد میکردند، خمسه ها می آفریدند و صنعت های بسیار مرکب سخن، صنعت های شعری رو در شعرشون نهایت استاکارانه ماهرانه استفاده می بردند و همچنین رسم شده بود که در آخر هر شعر حسن تخلص بیان می یافت، نام خود ثبت میکردن شاعران. لیکن در شعر امروزه همین چیز کم احساس میشد، تقریبا احساس نمیشد، مشاهده نمیشد. خب در غزل بیت مطلع بود، بیت مقطع بود، حسن مقطع بود، حسن مطلع بود. براستی ما از صنایع بدیعی، این از صنعت‌های بدیعی کاملا خبردار نیستیم و خود همین وزن عروضم اگر مثلا من دانم یک 15 16 خب بسیار باشه دیگه، یک 20 بهرش میدانم، 20 15 20 شاخچش میدانم و اون درخت تنومندی برومندی عروض من کاملا نمیدانم و همه صنایع بدیعی هم نمیدانم. برای چی نمیدانیم؟ برای که در مکتب‌های عالی صنایع بدیعی وزن عروض آموخته میشه در یک چند ساعتی محدود، مثلا 20 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 40 ساعت مثلا آموخته میشه. این بلاغت و این بعد استادان هم تعلیم میدن که نه اونقدر خود واردی همین، بله نه اونقدر هستن، اما ما هم در همین چقدر که اونا آموخته باشند ما همون یاد گرفتیم و راست شدن بسیار وزن‌های مرکب عروض حال ما نمیدانیم و بس صنعت بدیعی هم نمیدانیم، در شعر ما اون استفاده نمیکنیم. از این ندانستن است. عیب گناهی، عیب جرمی ببخشید عروض یا که صنعت بدیعی نیست، این ندانستن ما است. از شاعران گذشته بیشتر به کی اعتقاد دارید؟ کی را میپرستید و به کی بیشتر تقلید کردن میخواهید؟ از حکیم نظامی فرض کردیم، حکیم فردوسی، خیام، حافظ، بیدل؟ بیشتر من به خیام، حافظ و مولوی روی نیاز میارم و به تکرار میخوانم و حتی بعضا از خواندنم میترسم که دیگر شعر گفتن لازم نیست بعد از شعر مولوی یا مثلا شعر خیام یا حافظ و خصوصا بیدل. بیدل این یک اقیانوس بسیار عمیقی هست و بیکناری هست که ما اکنون 3 جلد کلیات بیدل در این روزها دسترسی ما شد. تا وقت فقط ما میدانستیم که یک کتاب استاد عینی تیار کرده بودند و چاپ خیلی مختصر، اونم شرح و توضیح و کمتر از گلچینه از غزلهای بیدل بود. اکنون که این 3 جلد چاپ شد من میخوانم و میبینم که واقعا ما عاجز هستیم، ما واقعا خیلی خیلی دور افتادیم از اصل خود. سیدا، بیدل، اقبال اینها رو میخوانید یا از شاعرای معاصر ایران اخوان ثالثی میخوانید، مثلا واقعا انسان در این کائنات تصویر میشد، نه مثلا در میان جوی پخته و در سر اجرای پلان، بلکه در کائنات تصویر میشد انسان، چون جزء کائنات تصویر میشد، نه یک مثلا مثل یک آبیار یا آبمان یا نمیدونم تراکتورچی، نمیدونم کلخاسچی به اصطلاح امروز، نه، انسان در یک پاره وقت در کائنات.